سلام، به چنل علیرضا مؤدب خوش اومدی. اومدیم با یه معمای فرار که عمرن اگه بتونی جوابشو پیدا کنی. پس لایکو بکوب تا بریم سراغ معما. یه پسری وارد جنگل میشه. وقتی وارد جنگل شد راه رو گم میکنه. هوا تاریک میشه. همینجوری راهشو ادامه میده تا میرسه به یه کلبه متروکه. وارد کلبه میشه. در بسته میشه. پسر دنبال کلید برق میگرده که لامپ رو روشن کنه. وقتی کلید رو پیدا میکنه متوجه میشه این خونه اصلا برق نداره. ناگهان یه صدایی بهش میگه که راه نجات تو پشت یکی از این دراست. یکی از درها پشتش مار سمی وجود داره که اگه نیشت بزنه تو کسری از ثانیه میمیری. پشت در دیگه یه صندلی الکتریکی وجود داره با یه مرد قاتل که اگه ببینتت 100% میکشد. پشت در دیگه یه شیر گرسنه است که فقط منتظر یه طعمه رو پیدا کنه تا اون رو بخوره. پسر نجات پیدا میکنه از طریق یکی از این درها. اگه درست حدس زدی که کدوم دره، اول چنلم رو دنبال کن و بعد بهم بگو که پسر از کدوم در خارج شد و از چه طریقی. اگه میخوای ذهن تنبلی نداشته باشی حتما چنلم رو دنبال کن.